وقتا که شل دست بوده یک دفعه با چاقو میره سراغ جمیله تا بزنه قاچش بکنه. سلام دختری. که جمیله هم یه لگت میزنه این باد معده شوتش میکنه اونور. بعدم هاشم چوبی میاد توستر بندازه تو وان شهلا که حداقل اینو برق بگیره. سلام بفرمایید توستر. و میبینیم این اصول اصلا یادش رفته بوده قبلش بزنتش به برق. یه سری دیگه هم میاد شازمو با کیسه خفه کنه. بمیر بمیر خفه شو. چه غلطی داری میکنی؟ ماما این از پایین هوا میره ها. ماما بس کن دیگه تخم عروسک. بعد چون زایه میشه این خر فرار میکنه. اینجا میاد میخ میکنه تو این پادریه و جلوش هم تیله میله میذاره و یه لیوان هم میزنه میشکنه تا هر کی میاد با مغز بیفته رو میخه و آبکش بشه. ولی شهلا که در باز میکنه تیله ها کلا می کنار و دوباره گوز میشه. بعد اونم داشتن اینجا اداشو در میآوردن. آره اسکول پلاستیکه میگه اینجوری زیرت میزنم میکشمتون. هاشمم یک دفعه کفری میشه و میاد با اسپری بزنه به شمع و آتش بیپابو کنه و بزنه جیزغالشون کنه. کشتیبایی میزنه چشم خودشو سرویس میکنه و چون هر سری هم جوز شده بوده دیگه ناامید میشه و میاد با این جوربازونش بای بای میکنه و میره. هاشم چوبی که